سلام بچه‌ها، من علی ام. با حسن اومدیم با چنل که کلی چالش و سرگرمی و بازی داریم براتون. امروز هم براتون یه بازی آماده کردیم. یه بازی که خودش اختراع کرده. این بازی به این صورتیه که یه متن یا موسیقی یا یک گفتار پخش میشه و یه سری کلمات رو در نظر میگیریم که با شنیدن هر کدوم از اون کلمات نفر بعدی جریمه میشه. خب تا ما این بازی رو شروع میکنیم شما میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید تا از بازی ها و برنامه بعدی ما با خبر بشین. بزن بریم. البته اصولیش باید این روبروی همدیگه بشینیم، ولی خب اینجا به خاطر محدودیت جا ما به این صورت فضا مکان قرار میگیریم. 3 تا کلمه رو انتخاب میکنیم که من بگم دومیو مثلا نیست، هست، همون است، هست آره هر جفتش میتونه باشه. یعنی هر موقعی که یکی از بازیکن‌ها بشنوه که بی تربیت، هر موقعی که یکی از بازیکن‌ها بشنوه توی جمله گفته بشه که است یا نیست میتونه اون یکی دیگر رو با دست شتک کنه. خب اجازه بدین من خدمتتون عرض بکنم که مارک فیشر میگه افرادی که از ریسک کردن میترسن هرگز به جایی نمیرسن. اینه که ما اومدیم که سهر جون واسه پسرمون خواستگاری کنیم. کاملا درست میفرمایید. معیار تصمیم واقعی آن است که دست به عمل بزنیم. انتونی رابینز. بله دقیقاً. میگن پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، بلکه آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی. گاندی پسر ما هم همین خاصیت رو داره. بعد از هر خواستگاری وقتی زمین میخوره دوباره دستش رو زانوهاش میگیره و بلند. اصلا سرکار خانم اگر موفقیت در همون قدم اول نصیب ما میشد دیگر سعی و تلاش چه معنی داشت؟ موریس مترلینگ. باریکلا آفرین. اصلا میگن دشوارترین قدم همان قدم اول است. کوروش کبیر. و میدونین که شیرینی یک بار پیروزی به تلخی 100 بار شکست میارزه. سقراط. بله، البته گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده در لحظی که خود نمیدانید کشف خواهد شد. جبران خلیل حیران. بله دقیقاً. و من فکر میکنم که سحر جان باید بکوشد که زیبایی در نگاهش باشد نه در آن چیزی که بدان مینگرد. و میدونید که میگن بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی. نلسون ماندلا. قربان شما نمیخواین چیزی بفرمایید؟ به من گفتن تو خفه شو. مارسل دیزایلی. البته خدمتون عرض کنم که دختر من از رسومات گذشته مانند مهریه گذشته، رسوم گذشته از بین نمیگذرد. دانته. بله. خب پسرم شما نظرتو بگو. مردشور همه تونو ببرن با این مراسم خواستگاریتون. داوود سگدر. خب امیدوارم که از این چالش ما خوشتون اومده باشه. در واقع بازی بود، درسته؟ این یه بازیه که میتونیم با اعضای خانواده بجز پدر و مادر انجام بدیم و برادر بزرگتر و افراد قوی هیکل. آره این آخرش خیلی مهم بود. آره. برای دیدن بازی و چالش‌های جدید ما حتما ما رو دنبال کنید و زنگوله رو هم بزنید. اینجاست. میبینیمتون. من ضایع میکنم. انگوشه نداری که گوشی تو نگاه. سلام میکنی تو؟ نه بگم سلام کن. من بی تربیتم کن.